سلام رفقا، امروز اومدم با یه ویدیو جذاب دیگه. میخوام 3 تا اشتباه رایجی که توی دست خیلی‌ها دیدم برای زدن اسکروبک یا همون افزیر بهتون نشون بدم و نشون بدم که چجوری میتونیم با کمترین نیرو سفیدتون رو بیشتر به سمت عقب برگردونیم. بریم ویدیو رو ببینیم. اولین اشتباهی که میکنن اینه که چوبو توی دست راستشون خیلی سفت میگیرن و نمیذارن که کل نیروی چوب وارد سفید بشه و انگار میخوان با زور دستشون ضربه بزنن، مثل این ضربه. دومی اشتباهی که خیلی دیدم اینه که بعد اینکه به سفید ضربه میزنن چوب به سمت عقب میکشن، یعنی اینجوری. سوم اشتباهی هم که خیلی باز میبینم اینه که به نقطه درست ضربه نمیزنن و آخرین لحظه به بالاتر سفید ضربه میزنن، مثل این ضربه. قبل اینکه ضربه درست رو بهت بگم یه لایک خوشگل برام بذار. اگر از توی اینستاگرام من دنبال میکنی پیجمو فالو کن و بفرست واسه کسایی که به این ویدیو نیاز دارن. برای زدن یه افزیر درست یا همون اسکروبک فقط کافیه چوبتون رو بتونین کامل وارد سفید بکنین. ببینید من میخوام بهتون نشون بدم که با 2 تا انگشت چجوری میتونین این کار رو انجام بدین. به همین راحتی.